بخش هشتم، اسباب و علل گسترش و شکلگیری سکولاریسم در جامعه غربی. گسترش سکولاریسم در جوامع غربی علل و اهداف بیشماری دارد که میتوان در این مبحث به آنها اشاره کرد، اما این علل و دلایل منوط به اتفاقی کم سابقه در تاریخ جوامع آنها بوده و آن موضوع تحریف گسترده در دین و شریعت آنها میباشد. از این جهت موضوع تحریف را در ابتدا مورد بحث قرار میدهیم. جامعه غربی از ابتدای نزول دین مسیحیت به این دین و آموزه‌های آن پایبند و متمسک بود. این دین توانسته بود وجهی درست و صحیح از آموزه‌های الهی و دینی به جامعه آنان ارائه کند و آنان را در جهت اجرای احکام الهی و کسب رضای وی ترغیب و تشویق کند. حضرت عیسی علیه السلام مانند همه پیامبران الهی که در جهت احیای حس دینی و نجات بشری مبعوث می شدند و در راه نجات امت خود تلاش و کوشش می کردند، ایشان نیز برای نجات مردم خویش و رساندن پیام نجات بخش توحید و اعتقاد به آخرت به سوی ملت خویش مبعوث شدند. ایشان تا زمانی که بر روی زمین حضور داشتند و بر قوم خود سرپرستی داشتند بهترین فعالیت و حرکت اصلاحی و دعوی را داشتند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند. اما پس از عروج ایشان به آسمان‌ها گروهی از پیروان ایشان دست به تحریف و تغییر عمده در آموزه‌های دینی ایشان زدند و ماهیت رسالت و پیام نجات بخش ایشان را تغییر دادند.